حرفی هم برای گفتن دارین؟ هر کاری کنید حق دارید، بچه ما مقصر بوده. شما امروز اومدین اینجا برای خواستگاری از دخترم. این جریان دیگه تمام شد. هر کی باید میدید دید، باقیش با خودمونه. خامو، زنداداشو ببر خونه، من کار دارم. ناصر، باید بریم داروخانه. خب برین. همه جا من باید باهاتون بیام؟ الله اکبر. بفرمایید ناصر خان. حسنی، چی کار کردی؟ انبارو خالی کردی؟ نه، هنوز داریم جمع میکنیم. آخه مردی که مگه داری جهیزیت رو جمع میکنی؟ چی داشتی اونجا که هنوز تمام نشده؟ قطع کن بیام ببینم چه غلطی میکنی. کمک! 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 داداش تو رو خدا بهم کمک کن داداش. خواهرم چیزی شده؟ منو ببند بیمارستان، تو رو خدا چیز دیگه ای نپرس، ببر منو. باشه بیا بریم، میرسونم. خدا خیرت بده. من داشتم میرفتم روستامون، بهشون بگم که نگران نشن. خدا خیرت بده برادر، دستت درد نکنه. دارم میرم بیمارستان، اون احمقا رو بفرستن رو ببرن. به حسابت میرسم. خوش اومدی خان. خانم آقا اینا تو سالونن. خوش اومدی خان. امین علی، جلو دست و پا نباش. امین علی، زیر دست و پا نباش پسر، نباش. برو گم شو، گم شو بیشرف. جلیل تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نباید دنبال حسن باشی؟ اینا داشتن می اومدن، باید پیش خانم آقا میموندم، اما آدمامون همه جا رو زیر و رو کردن. باید دنبال حسن باشی جلیل. میدیات و آدنا رو زیر و رو میکنین، باید برام پیداش کنین. رو چشم خان.
وای وای وای، دوست قدیمیم بینازم که اینجاست. چه خبر بیناز؟ آره دیگه، خانم تو رو تنها گذاشت. هرچی باشه تو کلفت وفادارشی عزیزم. اگه دهنتو وا کنی چیزی به دجله بگی من دیگه دخالتی نمی کنم. باید دربارش فکر کنم بیناز. که به دجله بگم که تو منو از حبس در آوردی یا اینکه تو این کارو نکردی، یا اینکه بدونه که تو بهش خیانت کردی، یا اینکه تو بهش خیانت نکردی. خدا تو رو لعنتت کنه امین علی. نمیکنه دیگه بیناز، نمیکنه، چون دل من پاکه. پاک. شماها منو دیوونه کردین، شماها دیوونم کردین. دجله کجاست؟ منو ببر پیشش زود بیناز، منو ببر پیشش. تو دیوونه شدی؟ عقلتو از دست دادی؟ همه خونن. نمیدونم والا بیناز، تو باید به اینش فکر کنی. یه دروغی بساز. خب بیا پسرم. خوش اومدی. ممنونم خان پسرمونو به ما بخشیدین، بزرگی کردین، سلامت باشین. جلوی شما رومون سیاست، اما اولاد دیگه چی کار میشه کرد؟ خدا خیرت بده ایشالله. پسرم ما حرفامونو زدیم، همه چی هم طبق اصولش برگزار میشه. اگه میخوای چیزی بگی بگو، وگرنه دیا رو صدا کنم بیاد دست بوسی. تمام شه بره. من خیلی حرفو دارم که به شما بگم، ولی الان نه. امینه، بگو دیار بیاد، داداشش اومده. امینه، چه دیاری؟ داریم واسه خودمون تئاتر بازی میکنیم مادر؟ اومدن دیگه، حرف زدیم، توافق کردیم، تموم شد. من کار دارم میرم. خداحافظ. قدیر، بیا. اینجاست. امین علی، فقط 2 دقیقه. میگم رفتی توالت اگه کسی پرسید. به دجله هم چیزی نگو، نمیخوام برام درد سر بشه. قدیر پسرم، مگه نمیشنوی مادرتو دنبال خودت میدونی؟ مادر، یه کار فوری دارم، لباس عوض میکنم میرم. اومدم دیدم دیگه همه چی رو حل کردیم، مشکلی نیست. الان مشکلمون اینه، دیشب ناصر اومد اینجا. برای چی اومد؟ با دجله حرف زد، سراغ تو رو گرفت. تا وقتی خلیل هست ناصر چرا دنبال کارهای خواهرش شغال؟ منم همینو میگم. پسرم اوضاع به خاطر موضوع محمود به هم ریخته دیگه. نه ناصر آروم میشه نه فیدان. از خلیل چه خبر؟ خلیل مشکلی نیست، من باش حرف میزنم. اول با دجله حرف بزن. من پرسیدم جواب نداد. الهی قربونت برم، هر چه زودتر عفو کنین. باشه قبل از رفتن با دجله حرف بزن. خوبه، پس با دجله حرف بزن، ببین مشکلی داره، شاید به تو بگه که ناصر چی بهش گفته. باشه مادر. پس اتاق خوابمون اینجاست دجله.
داد بزن دیگه دجله. خیلی ناراحتی بزن. ناراحتی داد بزن دجله. بدو داد بزن. ناراحتی داد بزن دجله. زیلان، شما مجبور دمیر هستین؟ منم. خیر باشه. محمود دمیر شوهرتونه؟ آره. چی شده؟ محمود طوریش شده؟ تسلیت میگم. خواهرم اینجا پیادت میکنه. باشه برادر، دستت درد نکنه. اینشالله هرچی میخوای خدا بهت بده. اختیار داری خواهر، بله بدور. مرد که حسنی از پس یه زن احمق بر نیومدی بری زیر گل. داداش اصلا سلام رسون گفت نمیتونه امروز دخترشو ببینه. اگه میخواد ببینتش جیکش در نیاد باهاتون بیاد. اینو ببین، این شیطان اینجا چیکار میکنه؟ من بعد هر کاری که من بخوام میکنی دجله باشه؟ من بعد حرف من دجله جون باشه؟ نکن. داری چی کار میکنی دیوونه؟ چی شده دجله؟ دیگه منو نمیخوای عزیزم؟ ببین، هر کاری بخوای میکنم، اما تو رو خدا به من دست نزن. بیا اینا رو بگیر، مال تو. ببین، پولم بخوای بهت میدم، هر کاری بخوای میکنم. دجله، تو واسه دوتا علنگو ناراحت نمیشی. تو واسه دوتا علنگو ناراحت نمیشی دجله. تو قصه دوتا علنگو رو نمیخوری. زیلان احمد، چی کار کردی؟ گوشتن شوهرمو، صداشو بریدن محمودمو. سلام خواهر، خسته نباشی. دنبال یه مریضم، دیشب آوردنش، اسمش جیلانه، دختر همسایه‌مونه. اتاقش کجاست؟ میتونین بهم نشونش بدین؟ تشریف ببرین طبقه سوم اتاق 1. ممنونم. خواهش میکنم. ای بابا مادر، طبقه 3. کجایی تو خلیل؟ هان؟ چی شده مادر؟ بگو. کاری که گفتم کردی؟ هر دقیقه یه چیزی میگی. کدومشو؟ از همه مهمترو. قرار بود بری پیش محمود. به وکیل زنگ میزنم. باید از قاضی مجوز بگیره. مادر اونجا زندانه، هر وقت بخوای نمیتونی بری توش که. باشه پس برو، هر کاری باید بکنی بکن. بدو. سلام
خان دیشب محمودو کشتن. یعنی صبح مرده پیداش کردن. دیگه به اندازه کافی شوهرم ازم گرفتی. ولم کن، تو رو خدا ولم کن. دجله من بعد کنیزم میشی میفهمی؟ کنیزم میشی کنیز. ولم کن، تو رو خدا ول کن. چیزی شده خان؟ اومدم دیدن دجله. خان بذار بهش خبر بدم. تو به کارت برس. دجله باهات حرف دارم، درو باز کن. ای دختری مکار، خواستی جون قدیر رو نجات بدی تا خودتو شیرین کنی؟ آره؟ اما اونطوری نمیمیری جیلان خانم، اینطوری میمیری. دجله اومدم. حالا چی کار کنیم؟ جفتمونو به کشتن دادی. ساکت باش گیر نمیفتیم دجله، دهنه تو ببند. ساکت باش. دجله ببین منو میری مثل بچه یادم حرف میزنی، حواس قدیر رو پرت میکنی. باشه بودو. خدا لعنتت کنه، خدا مرگت بده. ببین منو دجله خوبی؟ خوبم، چیزی نیست، دارم میام. یه دقیقه صبر کن. نگاه کن، اگه صدا در بیاد به خدا میکشمت، به خدا قسم میکشمت. فهمیدی؟ اشکاتو پاک کن. آفرین. برو.
دجله! چه خبره دجله؟ نگرانت شدم. نه چیزی نیست. میخواستم در رو باز کنم، پام گیر کرد، خوردم زمین. دارین چی کار میکنین خانوم؟ چی کار میکنم؟ این وضع رسیدگی به مریضاتونه. آره گردنش داره میشکنه، سرش سر خورده، هیچکی کنارش نیست. ای بابا دارو بهش دادیم خوابه. شما کیش میشین؟ همسایه‌مونه. وای خواهر تو رو خدا به این مریض خوب برس، من به مادرش قول دادم. آخه اگه طوریش بشه من باید چی بگم؟ باشه نگران نباشین. بیا اینم بگیر. نیازی نیست. بگیر خواهر جون، تو فقط به این طفل معصوم برس. من برم ببینم چیزی لازم هست واسش بگیرم. چیز ببخشید اسمتون؟ امینه. دجله تو خوب نیستی. چی شده؟ خب بگو دیگه. دجله این تلفن مهمه. صبر کن الان میام. الو برو بیرون، زود باش، برو بیرون لعنتی. کیه؟ اسمش چیه؟ مگه نگفتم تا نیومدم از اتاق نریم بیرون خانم پرستار؟ 2 دقیقه رفته بودم توالت اومده بود، همسایه‌شون بود. اصلا نگران نباشین، اسمش امینه بود. گفت مراقب دختره باشین، اگه خطرناک بود میفهمیدم. باور کنین. از اتاق بیرون نرو، منم دارم میام. بودو دیگه. میخوای چیکار کنی؟ یه جا نشونم بده. بیا جلیل، مهمونا رو برسون روستا، خودت ببرشون. خیلی خوب واسه عروسی منتظر خبر ما باشین. یادتون نره چی گفتم. واسه عروسی میان دنبالتون. دامادم ببریم روستا خانم آقا؟ تو هتل میمونه. با قدیر هماهنگ کردم، خواستین برین بذارینش هتل. ازش چشم بر نمیداری خلیل. تو واسه چی رنگ و رود پریده؟ چی شده؟ به هم بگو، قایم نکن. هیچی. دجله به من دروغ نگو. از چی فرار میکنی؟ از من فرار میکنی؟ چی رو مخفی میکنی؟ نه والا هیچی قایم نکردم. باز دیلان کاری کرده؟ معلومه که یه چیزی هست. نه به خدا چیزی نیست. دیشب ناصر اومده اینجا. آره واسه احوال پرسی اومده بود. نصف شبی چه احوال پرسی؟ من چه میدونم. دجله قایم نکن، از ما چیزی رو قایم نکن تا بدونیم چه خبره. الله اکبر، برای چی بلش کردین؟ گفتم بشینینش تو آشپزخونه. داداش جلیل رفته بیرون حتما. کجا رفته؟ کی اجازه داده بره؟ بشیر، امین علی کجاست؟ دلم میخواد بگین رفته. میدونم باهاتون چی کار کنم. نه داداش، از جلوی در تکون نخوردیم، کسی هم بیرون نرفته. ایجاد بیداد. دجله حرف میزنی؟ بودو دیگه عوضی، بودو. به خدا چیزی نیست. باشه از تو قایم میکنم.
پرسید حالت خوبه؟ چطوری؟ چیزی لازم داری یا نه؟ ببین دجله، هر کی از خونواده‌ات یا از خونه اذیتت کرد اول باید بیای به من بگی. باشه؟ قبوله؟ خوبه. جلیل چیه؟ دنبال دامادیم خان، داریم میریم. واسه چی میذارین این عوضی به چرخ جلیل؟ برو پیداش کن، زود باش. برو بیرون، همه دارن دنبال تو میگردن. منو ببر بیرون. یا هی جلیل، چه عمارت بزرگیه؟ اتاق من کجاست؟ کجایی تو عوضی؟ ها؟ مگه نگفتم نذارین به چرخه؟ این عوضی رو ببر هتل، از اتاقشم بیرون نمیاد. رو چشم خان. خب قدیر چه خبره؟ چیزی نیست مادر، دارم میرم. یه دقیقه صبر کن ببینم چی کار کردی؟ با دجله حرف زدی؟ ناصر واسه چی اومده؟ واسه اینکه اذیتتون کنه دیگه، همین. شما بریم به کارتون برسی. تو کجا با این عجله؟ مادر تو رو خدا تو دیگه بازجوییم نکن. خواهر دست درد نکنه. تو برو، من دیگه اومدم، پیشش میمونم. تو میتونی بری به کارت برسی، برو. نه ممنون، آقا قدیرم تو راهه، اگه بیاد ببینه نیستم خیلی ناراحت میشه. من آقا قدیر رو میشناسم، وقتی بیاد من بهش میگم خودم فرستادمش که بره. برو به کارت برس، برو. ای خدا مادر، چیه مادر؟ چته؟ صبر نداری به خدا؟ خودم بهت زنگ میزنم، قطع کن. بابا تو کشتن زیلان. مادر چی میگی؟ باعث مرگ بابات شدی زیلان، خدا ازت نگذره. آخه ناصر قابل اعتماد بود، سوزوندی ما رو زیلان، سوزوندی. مادر تو الان کجایی؟ یکم دیگه صبر کن، میام پیشت. مادر جون صبر کن مادر. خلیل، باز بیا محمودو کشتن، صداشو بریدن که خیلی حرف نزنه، پس اعترافش درست بوده. کامل منو عمر کشته. احتمال مادر، میفهمیم. چیو بفهمیم پسرم؟ چیو؟ همه چی واضح و روشنه. معلومه باید چی کار کنیم. فکر اینو بکن.
سامانماک بشینیم که چی بشه؟ گذاشتی دجله تو خونه اون بمونه. پسرم نمیبینی این همه سال ما رو گول زدن. مادر یکم صبر کن، باید فکر کنم. میگه فکر کنم؟ چه فکری بکنی خلیل؟ باشه مادر، باشه. بریم دجله رو بیاریم تا همه بیفتن به جون همدیگه. ناصرم که همه رو جمع کرده، به زور جلوشونو گرفتن. نگیر، برای چی میگیری؟ والا بلا این دکتر حسابی کله تو رو پوک کرده. واسه اینکه از چشمش نیفتی هیچ کاری نمی کنی. دروغ میگم؟ هم دروغ میگم؟ بس دیگه مادر، تو هر حرفی که داری میزنی اسم لیلا رو میاری. چه ربطی به لیلا داره؟ لیلا 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 چی میگی؟ من پی این کارو میگیرم، قاتل محمودو پیدا میکنم. بدون خبر من هیچ کاری نمیکنی. خدا بد نده زیلان. قرار بود مواظب بابام باشی، گفتی نمیذاری یه تار مو ازش کم بشه. بابا چش شده مگه؟ کشتنش. از سر رام برو کنار لعنتی، گم شو. زنداداش حالم خیلی بده، میشه پیشت بمونم؟ آره بیا بشین. زنداداش چطوری تحمل کنم؟ چطوری با اون روانی عروسی کنم؟ شیطونه میگه همه چیو به مادر داداشم بگم. شاید اینجوری شوهرم نداره، اما همه شنیدن فرار کردیم. آبرومون میره، داداشم میره میکشدش، قاتل میشه. اما همه میگن همش تقصیر توی دیار، تاوانش هم باید تو بدی، نذار خانوادت بدن. تقصیر تو نیست دیار. تقصیر من زنداداش. حساب اون با خداست، نگران نباش. مادر، مادر، آه زیلان، آه بهت گفتم باباتو تو آتیش ننداز. مادر و دختر تک و تنها موندی. درسته تو حبس بودم، بازم بالا سرمون بود، ستون خونم بود. کار قریشاست مادر جون، خواسته کثافت کاریاشو تمیز کنه، اما من میدونم چی کارش کنم. مادر جون برو یه چیزی بپوش، با هم میریم خونه، باید جواب پس بده. برو. سلام. سلام، بفرما. مزاحم کارت که نشدم. باشم، از تو مهمتر نیست که. من تو رو نمیتونم تنها بذارم. خیلی از خودم عصبانیم.
چطوری گذاشتم مرد بیاد تو خونم قهوه بخوره؟ جلو چشم دختره رو برداشت برد گفت شوهر خالشم. جیلان بیچاره هم از ترس هیچی نگفت. حالا هی میگم هیچی نگم. تو چطوری یه مرد غریبه رو تو خونه را میدی؟ چطوری آخه؟ باشه نگفتم که ناراحت بشی. میگم که یکم حرف گوش کن. مراقب باش. خوبی لیلا؟ میخوای وایسم؟ نه خوبم. یکم حالت هوا دارم. خیلی خوب. یکم هوا بخوری واسط خوبه. بیا. نه خوبم. دیشب که از ماشین پریدم یکم سرگیجه دارم. از صبحم که حالت هوا. امروز نباید میرفتی سر کار. باید استراحت میکردی. باشه خوبم. تموم شد. بریم بیمارستان. بیشتر از این دیر نکنیم. جیلان، یه روز خوب ندیدی، همش تلخی. اما تو خوب شو. ببین قدیر چطوری خوشحالت میکنه. تو به خاطر من جلو تیر وایسادی. من دیگه این دست رو ول میکنم؟ وای جلیل، از نزدیکم مثل قصد میمونه ها. ماشاءالله خدا زیادش کنه. ماشاءالله. چی رو نگاه میکنی پسر؟ بدو بیا اینو بگیر. بدو. اتاق رویال هم دارین؟ ببرینش اتاق مهمون قدیر خان هستن. ای بابا جلیل، هر اتاقی نه، اتاق رویال میفهمی؟ حتی من بعد اسمش جای اتاق رویال هستش اتاق داماد. ها؟ عزت فتین، راهنماییش کن. عزت راهنماییم کن. در ارتباط باشیم جلیل. باشه چیزی شد زنگ میزنم. فعلا برو فعلا زود باش. برو. حواستون رو جمع کنین از هتل بیرون نره. باشه داداش. زود باش درو باز کن. داداشی کیه؟ داماد قدیر خان. گرفتم داداش.